اصلی وطن میں جنت پرچہ ہزار نعمتیں نیک بات حمود راحتیں جنت سراسر رحمتیں نیک بات حمود راحتیں جنت سراسر رحمتیں. نمروز نی باغ و بهشت و بهارند نمروز نی باغ و بهشت و بهارند منی سنگر و منی مدوگ و منی ننگ و میارند نادالی و سردک و تراخون و چگینی نادالی و سردک و تراخون و چگینی نی پس و فیروک و نی اجداد دوارند بونگے جکنی گن اللہ مہربان و بخشو کے نامہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ ہر جانشتہ کے تو ہمیں دم و قطرہ وطی بلوچی دیوانہ شاہ افغانستان ملین رت الزنا گندو کو چاروں کست دراو سلامت و سربروا صوبین بید شما مروچی وطی بلوچی دیوانہ شاہ نمروز شعرا چاروں کے مروچ ما حسن نمروز شعرتا و وطی پانادا یک نویسو کو کلمکار واجہ دارن نویسو کو کلمکار مردم ہما کسس ہے کہ وطی احساس درشان کنت و یک چیزی کی بیاوان دلیتا کہ بیان فکر و ہوشا مجگا کت آرا کاغذ صدا لیکن تو مردمنا و پنوکن نسل و آیو کا ایمانی آنو گون استاد غلام جیلانی عرفانی درستیه بنگشتر و گون ای واجه بی شعر و شعریه باروا گپوتران کنو امید داری کتا گر سرا گون ہما ہورو ہمراہ بید. السلام علیکم استاد. امید ہے کہ دراو سالم بید تو باز شما منتا رسا کہ مروچ مارا ہوتی لوگا جادات تو لوٹا گا منت تو کہ گون شما دیوان داشتک بین بیت شما گو عزیز گندو کان سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بیرات و فلسطینی شهیدان خانواده تسلیت گوشن باشی بموچ گندو کان سلام علیک عرض کنم. من غلام جیلانیون عرفانی تخلص کنین و بعض وقتان شعر در مورد بلوچی و فارسی ایشانم من نوشته کنین و گوشید. منت دارم ششما. استاد باز وشاریتن که گون عزیز گندو کان سلام علیکم تو و گوشته که گوجم بهرو بخشان تشما شعر لیکن بیت شما گوشید که شما وطی تحصیل و وطی وانه و شگوجام دوران شگوجام پاس وقت وادان شروع کرده گید و تچین کسا شما درس وانته گید. من تصنیف شش ابتدایی بجام آمد درس وانتون تصنیف شش شتون به شعره بشعره تصنیف نوع به لیلی بنام لیلی مستعجله گفتن وقتا آخرت لغوتی تصنیف نوع بود وانتون باش تصنیف نوع که لغوتی مکتب اما شدن به لیسا کنگیا ابو داود سجستانی او دا تصنیف 12 ادامه تحصیل دادم. صنف 12 که علاج شدن سردار داود خانی وقتت صنف 12 که علاج شدن عسکری اماره بودی چون داود خانی وقتا مکتبی و مچن عسکری بودن همین این قانون نشدن دیگه یک سال به ظلم کوت هرات من عسکرتون دیگه باش عسکری کاتون ادامه تحصیل نتوانستم دین چون عسکری دورات و یکم مشکلات امید ماتت آخر به مستوشیت وظیفه گرفتم به شعبه حوالجات بنمروز شعبه حوالجات مستوشیت وظیفه گرفتم به رتبه 10 و در وقت رتبه 10 نوک 612 لازم بودن رتبه 10 شامل وظیفه بودن دیگه تقریبا 2 سال به حوالجات من کار باشی شد مستوفی دیما بعض حوالجات چون شعبه حسابی مردم حساب بعض خرابه کن بعض کار حسابی شد مستوفی گفتم که من 2 سال که حوالجات اون انو شعبه اداری یک چوکی نوعی پاک جیبوتا تشکیلیاتا خالین تا اما شعبه هم نبده شعبه اداری گوشتی مدیر اداری لوٹت گوشتی که آن یک چوکی بوده خالی است. آخر ما به چوکی نوع به شعبه اداری داد. به معرفه وظیفه گفتم معلم بتون. تقریبا 1 سال معلم بتون آخر من گفتم تا چون اداری کار کرده که باید سر معلم بی. تجربه کاری که داشت. من بود سر معلم تین کردم به تلایی مکتبه. باشه ای که گتا آوردن ایده بشاره که آوردن شا تلایی آتونی دا شیله گتاری دا مدیر مکتب بودم.
به مکتب مدیرتون تقریبا چون سال داتون تا سال 98 دیگه تقاعد کردم. وید که همارا و سرکنو کنه سرپدی داد که شما چون سال تو و بگوجه هم بخش و باران تا شعر لیکی تو کلام شما دسته تا؟ من صنف 7 سال 49 صنف 7 خدا به پس فوت کو گسه مدنم منتون و شهرم مکتباتون نگیسم کنگات دیگه مشکلات اقتصادی تو گشت دیگرو که ما داشتن مگه او کسی ندگشن کشار کن یا مشکلات می خانوادگی اقتصادی و مسائل صحیح موتن و اولین شیری که من جور کردن اما سال 49 که درباره وقت جور کردن که 7 سالم در کوچه روان طفل شوخی بازیم با کودکان میدویدم هر سر با شور و شوق میپریدم چون کبوتر و بزوق ناخبر از چرخ دون پرور سرش نام من در مکتب و این سرنوشت میرفتم توی مکتب هر سحر پای برانه چشم گریان در بدر برگ خشکی بودم در سرزمین با لباس و کونه و نان جوین 6 سال را ابتدایی خواندم سال هفتم توی نمروز راندم در همین سال قبلگاهم فوت کرد یک دفعه ما را ذوق ذوق کرد در دنیا بر سر من تار شد هر کس و ناکس ز من بیزار شد نوجوانی بود و صدها آرزو من بودم با کوه غمها روبرو دیگه درس معلم قلب من پرنور کرد جهل و ظلمت از وجودم دور کرد دیگه می شیری تا مدن شیری که آخر من نوشته کردن اما سالا من می شیره جور کردن اولین شیرت می که می شیره جور کردن اما سالا چه حس پیدا بود که شاید ایس خو گوشتن که بشه غصه و صدقیت و شیچیا دیگه ام گریتون نوشته کردن که ان نوشته که نگیوایی گیش شما روشن که من اما شیره جور کردن صنف 7 امی فروخی در دست وانتون بگویم باران تا شعر دارید قصیده دارید غزل دارید من شعر به غزل استمنی و گشتر غزل و مصنوی هستم و بعض وقتا رباعیم شعر گوشید نی گشتر غزل و مصنوی هستم و به سبکه حافظی من شعر وانی حافظی الان داره پر ما یک چیزی پیش کنید شعر بلوچی بوشین اگر دری و من به زلزله جزایان ایراتیان یک شعر جو کردم به نوکیا من جایم نوانتون و بلوچی هم داری شعر که ارو بجامعه که شما دسته دیمان تمیدم مکترات بمبان هم بلوچی بانی بانی زمستان گوستگیت مروچی بهارند دیگر نیمگی بگنده کشارند چو سبزین شادر معلوم بیکو چو سپیتین مغنه هر آبشارند سراسر کوه و دشت و باغ و سارا به هر جای روی سوله توارند مجاهد آتگن مروچی بشاران سپیتین بیرق به دستش آشکارند گنگال و اندگا گوندو به دیمش سڑک دامونا داها هزارند وطی آکال اوٹن تماچو چمان بچکو دوتگ براسی شوارند گنبیلو تیشگو منگالو سوهان به داها ورناین بزگر کتارند روان به مکتبا گوندو گو کیفان جن و مرد سبق یک اعتبارند شوانا گون بزگلا رادک بدنو چه خانسور آتگیت اپلا لزارند چاربرجکا نتوتی اسنا انگور به کنگا آتگ موج گز دارند پس اوگوک مرتگند شگوش نتونا شپوروش لود گواتو ریکسارند بخارشود دلارام دیگاران نه کرگوش که نه هم مرگه شکارند ندارند نوکه نه پیماز و نانی روانی بوتگند وامه فشارند به ایران روی شنتی پتانند به پاکستان مرکزی مینارند شبیکاری روان تر نیمه گیزار به دشت و کوه و سارا لردوبارند زاگو گجام انتگند بی پس و ماسین گجام یکی نشانی زموارند کشاری کرتگند تانون بی آکاست مگر گنبوزگلا آوان چارند نلیپو بردو که نگدانی زمستان سرد و تیرمازو ممارند اگر 100 سال بجنگید پای سولند مکن گشتر خراب اشمی دگارند عرفانی تاکدین سوچه پلوگا جهان مش دوت و کاندول و غبارند باز منتر شما خیر میدید باز جانین شعریتی باز مارا پسند بود مارا و شر کرده بود شعران استاد مارا دیگه سوجو جستمیشن تا که شما مارا سرپایی دید که کتاب این چیزی چاپ کرده که تو دستاوتی دارید
نه تنها ما کتاب جور نکردم مگه خوب به دل دارین که شیران موچانا هر رقم جتا کنین و اگر امکان داشته بید و کسی گمان موافقه کند جور کنین کتاب مدد کنید آثار داشته بید بکاس یک آثار شما جمع کرده که دسته چی باز داری شعر باز داری ام بلوچی هم پشتو چی داری باز شعر جور کردن موچانم چاپ کردن و آمده وطنو که داشتن شعر باز جور کردن بشرطی که شانا سریم کنین و بردیفی شانا که کتاب جور کنن منی واقع همیت همیشه که یک کسی سل کنو که براسی مدد کن گون استاد و گندگاه استاد و نویسو کنا مدد کنن تو شانی آثار به دستا بیان و همین وعده که هنگت مشو پانادن تو زندگان شانی آثار و تی آثار نگند و تی زحمت کشین پچم سرگند تو و مشما هم اوان زنده شانی آثار نه کار گرن و گشته دلگرمی بی پادیگاه نویسو کو کلمکارن به جوانان اگر انگیزه داده بید که به شعر و شاعری برای جستجو کنند و کار کنند بعض استعداد داره شما مردم ام بلوچ هم دری زبان هم پرتو زبان نمروز بعض استعداد داره به شرطی که انگیزه بشن داده بید اگر انگیزه داده هم به مردم انو گشتر ترستان قبول کنه چون نیاتن کسی که میدان امید شعر موانید شروع مکند شم شروع ترستان چون شعر و بعض مشکلات را دارید داخل شعر انتقاد هم دستی بعض مشکلات شعری هستی شمیشی ترستان شی ما بادا که یکیشان دستان مگید پیشان مشکلی پیدا مکند شمیشی ترستان اگر نه پیشان انگیزه داده بید استعداد نمروز مردم بعض استعداد دارن شانون نه شعر و شاعری و کلام شما سابق استعداد داشتن شما قدیم استعداد داشتن و شعر گوشتن بلوچی خصوص بلوچی شعر دیگه پشتی که پیشان انگیزه داده بید پیشان گوشته بی پیشان هم گوشن که ابی کاراب کنید ای پا آخر اطفالان پا کسانی که امید زندگی کردن یک آثار تاریخی خوبه بیشن دیگه پشتی پیشان انگیزه داده بید صدها نظامات و هر گوجه میشه آثار بی‌اتفاقیه مشما 5 سال و 10 سال دوام نکو امی افغانستان به خرابی تو میخاطره چون کسی که کاری شروع کرده کارا به آخر نرسین تا یکی دیگه یا تا وی کار منتا امی مشمع داود خانی شروع کی بود که می بند کمال خان شروع کردی داود خانی شروع کو داود خان شروع کو امی ش داود خانی وقتا چون سال تیری بی انو شده به ختم رسین تا انو تمام بود چون حکومت تیری بی یا کوشش کنن که اتفاق کنن اتحاد کنن که وتی حکومت تا بساتن بعد شاید استاد شما که تی دموکراترا وقتی وقت وعده مارا داده تو و گردین آخرین اگر پیغام داره شهری چیزی داره تو انت با سر کنو کنه آخر شیرا با زلزلان زلزله‌گین خاطر نوشته کردم با فلسطین و با زلزله‌گی که عالم شهیدوتن پیشن من جور کردم امی چون روچه شهر جور کردم دل گوشیه کنم در وطن زلزله آمد گل و گلخانه چی شد منزل چوبی و ارخوان غریبانه چی شد گریه و ناله طفلان شنوم در طرف شهرک زندجان و انجیل دردانه چی شد غوریان و گذره شیندن و از دستکن خوب نام گلران نشنیدی که در آن خانه چی شد صدای مادر بیچاره به هر دشت و دیار لانه کمری و گنجشک ویرانه چی شد کسه سادگی آن بزک چینی و گرگ کسه خانگک بلول دیوانه چی شد صدای بابه بزغاله و گوسفند سفید صدای مرغ و خروس بر در هر خانه چی شد کسه چرچرک و مورچه و بزلنگی و دیو سر دیگدان و تنور خوردن صبحانه چی شد رسم گندم پلو و سبزی خضرو به کجاست جفت و تاش چشم پرتکان شم و پروانه چی شد چراغی موشی و آن عروسک چوبی و ناز سر شب تا به سحر بازی طفلانه چی شد همه در خاک سیاه دفن شدن با همه چیز مادر و بابای آن کودک جانانه چی شد نتوانم شب آرام بخفت بی غم و درد نان جوین و گلور ترش فقیرانه چی شد قصر و ماشین و مقام بسته به موی پدر آب کاروز جوی و حوزک رودخانه چی شد قلب من شهرک من خانه من سرد و سیاست روزه ها رفت و ندیدم شب نظرانه چی شد غم ما کم نشده جنگ فلسطین شده داغ آن حقوق بشر و ساز دروغانه چی شد مردمش کشته شدند خانهشان گشته خراب منزل و جا و مکان با سر و سامانه چی شد هر که را درد دست دادن فرزند و عیال خادم شهرک غمدیده ویرانه چی شد
ای مسلمان به چه حالی که جهان گشته عدو، آن جواب تو به این لشکر بیگانه چی شد؟ صلح آن نیست که بیرون شود از خانه خیش، رسم انسانی و آن ایده مردانه چی شد؟ در جهان پرچم بیگانگی و فاصله هاست، شورای امنیت جان و زکاشانه چی شد؟ عرفانی آن که خدا خواهدمان میشه و بس، بیش از این ناله مکن علمای فرزانه چی شد؟ باز منتار شما استاد، شما کل می سرجم می ما شما رو چه دیوان شما پیغامت تو قلوت پا حزی سرکنو کا پا مسئولی و زموار پا ورنانتا وقت و آدم شما گرسر رستا و ما رو که خدافیزی کنن و باز شما منتار سکه وقتی وقت و آدم ما ردات تو یہ دیوان گون شما بری بر کرتا و ما امید کنن که تو آیو کن دیوان و پریام پروگرام تو بیان شما و دارک دیگه دیوان شما داشته بی منتار شما ششمام باز تشکر الى امي غريب لوغا اسد سريجة دیوان پریام بلوچیش مجنده زندگی موفق به خیلی ممنون عزیزان و شرفداران براسوگاران باز شما منتارو که تیدا مکترا نشته تو وتی بلوچی دیوان و پریاما گون استاد عزیزا گندو کو چارو بیتت و استاد وانا گویشی شیرانا د گوشی کوت وقت وادا بگرسر راستا و لوٹان ششمه حضور خدافیزی کنن تا دیگه پروگرام و دیگه پریامی که شما لوگو میده کاین از بلوچین اما دورن ذات شما ساتو تسبیح مدستا کنا اللتینا مگیرا تسبیح مدستا کنا اللتینا مگیرا اللتہی رضا بی بی میں دردان دوا بی بی اللتہی رضا بی بی میں دردان دوا بی بی اللتہی رضا بی بی میں دردان دوا بی بی ما بیمارو نا دروا ملا چارو نا قسم ما مسکینو نا دروا ما محتاج تیودا ما بیمارو نا دروا ملا چارو نا قسم ما مسکینو نا دروا ما محتاج تیودا ما شیدا تی درتی درگاہ دروا بی بی اللہ تہی رضا بی بی میں درداں دوا بی بی تسبیح مدستا کنا اللہ تہی نام گیرا اللہ تہی رضا بی بی میں درداں دوا بی بی اللہ تہی رضا بی بی میں درداں دوا بی بی اللہ تہی رضا بی بی میں درداں دوا بی بی تو تقدیر بادشاہ قادر تو خالق تو میں نصیب مانگے دیدار زیارت تو تقدیر بادشاہ قادر تو خالق تو میں نصیب مانگے دیدار زیارت کپا سجدہ تیدا دعا مستجاب بی اللہ تہی رضا بی بی میں درداں دوا بی بی تسبیح مدستا کنا اللہ تہی نام گرا اللہ تہی رضا بی بی میں درداں دوا بی بی اللہ تہی رضا بی بی میں درداں دوا بی بی اللہ تہی رضا بی بی میں درداں دوا بی بی من میری گم کہاں میرے گم مدینہ دل بند پاہرم تائن سینہ من میری گم کہاں میرے گم مدینہ دل بند پاہرم تائن سینہ این منامنی زودتا شفا بی بی اللہ تہی رضا بی بی میں درداں دوا بی بی تسبیح مدستا کنا اللہ تہی نام گرا